معرکه ضد مهاجران در روسیه طوری به نظر می رفت وسعت بیشتر می گیرد. در شهر خباروفسک در منطقه شرق دور روسیه یک عائله مهاجران توجک را در پی مناقشه نوچیز فرزندان خرسولشان با دختر همسایه مجبور کردند که برای رفتار کودکان خود عذر بپرسند. این خواهر و دادر گناهکار که گویا ریوگزاک یا بارخالته دختر همسایه را درانده باشند، یکی 8 ساله و دومی مگی 10 ساله است. در ویدیوی کوتاه 40 ثانیه‌ای یک کانال ملتگرایان روس روز 8 نوامبر سال 2023 نشر کرد همه اعضای این عائله رهبر خاندان عزت‌الله سعیدوف، همسرش و دو فرزندان خردسال آنها با سر خم و دستو پیش بر در روبروی کامera قطار کرده شدند و یک مردی که چهرهش نمودار نیست امرشون میدید که سر کردیم. با دنبال این امر عزت‌الله سعیدوف به عذرپرسی شروع میکند. من سعیدوف عزت‌الله میخواهم از خلق روس و همسایه‌هایم عذر بپرسم برای آنکه وقتی که پسر من با کودک همسایه بازی میکرد بینشان مناقشه شده است و پسر من بارخالته او را درانده است. برای این میخواهم از همه عذر بپرسم. خواهش میکنم مرا ببخشید. این کار دیگر تکرار نمیشود، میگوید عزت‌الله سعیدوف. بعد این بازم اون مردی که چهرهش نانمایان است امر میدهد که اکنون نوبت مادرشان و همسر عزت‌الله سعیدوف نیز برای رفتار فرزندانش عذرخواهی میکند. کانال ملتگرایان با نشر این ویدیو از آن اظهار تأسف کرده است که این عائله توانسته است از جزای سخت‌تر محروم کردن شهروندی روسیه و دیپورتاسیون به تاجیکستان خلاص شود. ولی اطلاع داده است که کودکان عزت‌الله سعیدوف را در بخش کار با کودکان در پلیس در قید گذاشتند و پدرشان را هم مجبور کردند که خود را در کمیساریات حربی در قید گذارد. منکتنال نوشته است که در صورت تکرار شدن چنین بی‌ادبی از طرف فرزندانشان این عائله را حتما به تاجیکستان برمیگردانند. این مناقشه نوچیز کودکان را کانال‌های ملتگرایان از جمله منگنتنال بزرگ کرده از پشت فیل ساختند و نوشتند که گویا طفلان این خانواده توجکا ساکنان بنای را که به سر میبرند کیها باز به داد آوردند. در این اواخر این علاقه دومین مورد به عذرخواهی وادار کردن مهاجران توجک در روسیه برای رفتار فرزندانشان میباشد. در پایان ماه اکتبر کانال‌های ملتگرا همین گونه در شهر ولدای ولایت نووگراد را بزرگ کردند. در آنجا نیکروز عنایت‌زاده 9 فرزند مهاجران توجک با یک چهره‌بینی مکتبشان با پرچم ملی تاجیکستان آمده است و وقتی یک دختر همسنفش نسبت به پرچم تاجیکستان بی‌اعتنایی ظاهر میکند، نیکروز به حمایت از پرچم وطن خود برخاسته در سر قهر به سر آن دختر داد میزند که بعد درس میکشمد. پدر نیکروز در نهایت وادار شد که برای این عمل فرزندش عذر بپرسد. منصبداران روس وقتهای آخر دعوت کرده ایستادند که قانونهای مهاجرت را شدیدتر کرده مبلغ انداز و پول پتنت را برای مهاجران بالا برند. کار کردن آنها در بسیاری از ساحه‌های درآمدش بیشتر را من و امکان به دست آوردن شهروندی روسیه را برای مهاجران شدیداً محدود کنند.